چیز خیلی ساده که اصلا ببین دایره واژگان تو رو زیاد میکنه، جمله بندی های تو حرف زدن رو خیلی به نحو احسنت عالی میکنه. یه کار خیلی ساده است. کتاب زیاد بخون. حالا اینکه دفترچه است ولی کتاب زیاد بخون. اگه حال و حوصله کتابای خیلی بلند و عمیق و اینا رو هم نری مشکل نداره، داستانای کوتاه بخون. یا کتاب یا داستان کوتاه به خدا هم دایره واژگان رو تو افزایش میده، هم جمله بندی های درست رو یاد میگیری. ببین نویسنده ها جمله بندی هاشون خیلی درسته. اونی که اون کتاب رو نوشته به صورت ناخودآگاه جمله بندی های ادبی اون کتاب رو یاد میگیری. داستان کوتاه که زیاد میخونی علاوه بر افزایش دایره واژگانت، یک سری خاطرات و داستان‌های یاد میگیری که سرگرم کننده هم هست و میتونی تو اینا رو تغییر بدی، به بقیه تعریف کنی. یعنی برای بیانت هم خیلی خوبه، برای اینکه آدم سرگرم کننده و این آدمی باشی که حرفی برای گفتن داره هم خیلی خوبه. همه جوره به نفعت. داستان کوتاه و کتاب به همین راحتی. از این تمرینات دیگه میخوای اینجا رو داشته باش، ما با هم دیگه میخوایم رشد کنیم.